تقریبا دمیج یگان 20 دکان یا 30 دکان است، کلش خسارت دیده است که هیچ آباد نیست. تا هم دکان هم تو معلوم میشه داخل دکان که سعی کنین هیچ درآمد نمیشه، میترسین که والا این همین سال چاپ شه یا 10 دقیقه بعد چاپ شه. دیگه خو انارو که از کلش دانه دکان مونده تقریبا اگه 50 انار باشه 30 40 سرین 100% مثال چوب زده و یا که کلوخ زده و همین کافیده و دلده شده رسوا شده است. خیلی یک زلزله خطرناکی بود. از جا دوباره باز اینجا اومدم، همسایه دکانا جمع شد، همه که ما برآمدیم بیرون. خیلی تکان داد، بود دکانا رو تخریب کردی، دکانا رو این دکان خود ما رو تخریب کرده. میبینید که تازه یک ستون زیرش بالا کردیم که چاپه سری شخصی سری ما چاپه نشه. خود من این منطقه خواب بودم. این منطقه خواب که دیگه کمتر دادم یک زمین تکان میبرم. تکان که باز دکان داره بیرون برآمد. خود من بیرون برآمدم. دیگه که من این منطقه یکی چاپه شده. دیواله ما دست کن دکانه که چاپه شده. فورا بیرون برام دیگه. پیازای ما رو میبینیم پیاده قند پیازای ما سکن در چه حالت است. چقدر اناره ما پوسیده اون داخل پافتیم.